پینوس باری گرانه هر کس نکاره لی به خودی به و گر خودی در کبن دوی خودی هلوست و کرهاتی به نویسکار کردستانی یونس بهرام یک جوالاتی باجار به ایشه سریکانیه یا در سال 1986 ده جوالی در کبه و بری خود ده المانیا و لور به جهد به نویسکار ما دمک دریج در بردوام کرنا خواندن و زانسته ده گلک بش بداوی کرن خواندن روناهی بزشکی، زانستین جواکی، زانستین سیاسی و داوی دا زاگون و عدالت پرکت کار و خبر چکریه. در انجام داجی بیگمان سرکفتن دیجانا ویدا خارج کرنه. نتنی وساجی لخودی درکتنا لدوز و کردایتیه رولک لیستیه دریا نویسه خورا. بر همین کل سر چاند و بجای کردی خبتیه 23 پرتوکن به زبان آلمانیه. وجای زاروکان هلبست و چیروک به زبان کردی هر وان نیش بیرکرن. جدر و نویسه ناوی یونس بهرام لگلک دفر و قادان خویایا وکه سروک دیدار آلمانی کردی کار دیپلماسی دولتی و کردی دکه. لورا یونس بهرام نمونه که کپلین دیروکا کردان بیوار خملاندن. دمو که زانست ریا جانی به و پیشکتنجی انجام به.